باری دیگر سلام به همه اونهایی که این لحظه ما رو تماشا دارند و به همه اونهایی که بعداً ما رو باور دارم تماشا خواهند کرد. شادگو خوجا هستم و چون همیشه در ساعتی رس و ده با وقت پراگا در روبروی شما برای تقدیم سرخط خبرهای روز از تاجیکستان و جهان و البته فراموش نکنید که بعضی از این موضوع رو ما به طور مفصل در برنامه خبری برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. برنامه خبری ما بعد از 3 ساعت دیگر شروع می شود، یعنی ساعت 1 با وقت پراگا، ساعت 5 با وقت تاجیکستان و ساعت 3 با وقت روسیه. زیرا شما بینندگان عزیز وقتی دقیق شروع برنامه رو دائم از ما میپرسید. خب باوری دارم که چون همیشه در این صحبت و همین در برنامه خبری شما ما رو همراهی خواهید کرد و حالا میبینیم که کدام موضوع ها مورد توجه ما قرار دارند. قربانی های ترما می افزایند. این بار پدر و پسر دو ساکن نویه اشکوشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان زیر ترما ماندند. هر دو کارمند اداره راهسازی همین ناحیه بوده. شام دیروز همراه با چند تن از همکاران خود برای پاک کردن راه از برف زیاد سفر بر شدند. تا به حال در این منطقه کوهی برف به ایست می بارد و پیهم ترما می فراید و از ریزش پیهمی برف و آمدن ترما در این منطقه ساکنان را شدیداً نگران کرده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند با وجود وضع اضطراری و خطر هر لحظه ترماریزی هنوز مکتب‌ها کرانتین اعلان نکردند و آموزگاران و کودکان با عبور راه‌های خطرناک به درس می‌روند. همین گونه ساکنان از نبود علاقه موبیلی شکایت می‌کنند که میگن تقریباً 2 هفته میشد کاملا در محاصره برف و در نبود دسترسی به علاقه موبیلی قرار دارند و بعضی ها هست حتی میگن که خوراکواری آنها تمام شده است و آنها نمیدونند که چند روزی دیگر این گونه وضعیت ادامه خواهد کرد. خلاصه این یکی از موضوعهای صحبت ما در برنامه امروز خواهد بود. طوری که شما فهمیدید و آب جوش ریخت یا خود را آتش زد. آب جوش را از کجا گرفت و گوگرد را از کجا یافت؟ نزدیکان زنی سال خورده از نوعه عینی یک هفته باز تلاش دارند به این سالها پاسخ یابند. استاد قربان وی 70 ساله را با بدنی سوخته در بیمارستان طبابت میکنند. تلاش خودسوزی وی در بازداشتگاه موقتی نوعه عینی صورت گرفت. او را به از خود کردن قطعه زمین متهم کردند، زمینی که در دوران شوروی پیشین گرفته شده است. تفصیلات در این باره در یک گزارش برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد می شود که در این گزارش همکاران ما کوشش کردند با جانب‌های بحث، یعنی با فرزندان این زنی که میگویند دست به خودسوزی داده است و همچنین با نمایندگان مقامات حفظ حقوق همان منطقه صحبت انجام دهند. آب قیمت شده است اما دسترسی به آن و صفتش بهتر نگشته است. ساکنان برخی از مناطق تاجیکستان میگویند با وجود آن که اکنون برای استفاده آب پول بیشتر میسپارند اما آب در یک شبانه روز همگی 3 و یا 4 ساعت به منزل‌های آنها به قبل مهمان می شود. این در حالی است که کارخانه واحد دولتی خواجگی منزلی و کمونالی در آخر سال گذشته قیمت آب آشامیدنی را برای ساکنان مناطق کشور تا 20% بالا برد. همکاران ما با چند محله رفتند تا ببینند تا کجا وضع دسترسی مردم به آب آشامیدنی بهبود یافته است و شما در برنامه خبری امکان دارید صحبت خود ساکنان را در این باره و همچنین ظرفهای ذخیره آبشان را ببینید. دادگاه خوجند به بررسی پرونده طبیب شروع کرده است که بنابر تشخیص از اشتباه او ضمن جراحی یک دخترک 12 ساله به هلاکت رسیده است و طبق تشخیص طبی و دادگاهی زیاد فرستادن هوا از سوی مدهوشگر به شوش بیمار در وقت جراحی رگ‌های خونگرد شوش او را خراب کرده و باعث به مرگ او شده است، ولی عیبدار شونده و وکیل دفاع او این اتهام را قبول ندارند. خب دادگاه الکی آغاز شده است و تفصیلات را شما میتوانید در برنامه خبری ببینید. و در برنامه خبری همچنین سیر خواهیم داشت به شام هنری که در آنجا 2 آلبوم ترانه‌های بهترین بدخشانی گردآوری شدند. در این محفل آوازخوانان شناخته تاجیک از قبیل دلیر نظر و الفتما محمد انبر و شرکت داشتند. با محتوای آهنگ‌های قدیمی بعد 3 ساعت دیگر امکان دارید که آشنا شوید. خب البته این تنها چندی از موضوعی بود که من برای شما در این چند دقیقه گفتم. خبرهای ما بیشتر از این است، از این خاطر ما رو دنبال کنید و
همچنین فکر و نظر و عکس و نوار و ویدیو و یا خبر عاجلی که دارید به ما بفرستید و ما حتما آن را پیگیری خواهیم کرد تا اینکه در برابر شما درباره خبرهای در آن منطقه که شما هستید دیگران نیز آگاهی پیدا کنند. خب بعد از 3 ساعت دیگر من شما را در پخش مستقیم برنامه خبری در آزادی ویدیو کانال مستقیم رادیو آزادی در یوتیوب منتظر میشم. همزمان پخش مستقیم برنامه در www.azadi.org دسترس است.